خوش آمدنی خوش آمدی سعدی جان خوش آمدی رحمان. آنجا بانو خوش آمدی بسیار خلصان شدم باور کرد تعمیر ایستادم فکر کردم که کی را زنگ بزنم هرچی نمره سعدی جان بدای با این زنگ زدیم با این شما را زنگ زدن بهترین کورسید مبارک شود زودروز مبارک شود حضور رحمت رحمت خوش آمدی در کلام جو کردگیم که همه چی ایادی من نمیروی همه در کلام جو کردگی درش دینید همش کجا دا همش دیگه بچه ها نباید زنگ بزنی بیان اخیر آخه کامیل جان همین سردار سیمون منیشه بانو بود آخه هم برای همین چی درجه نیو توی معرکه میشید همین منیشه خودش گام میزن تشکیل چی بود تشکیل چی بود دیدی همینجا در کلیم جو کلیدی به خدمت دونیم با نگفتی شما اخیر من جوانو می اومدن یاد بیا میشتیم اخیر راستی که کامل گفتم شونا گفتن هوا خنک که بعد راه دروازه نمیتونیم رفته اینا میمو تبریک شونا سلامت باشن سلامت سعدی کسا اومدیم بخیر سعدی جان خیلی میگم تو با بچه‌ای و خیلی منیجه اگه دختره با اومدن میتونه تست بیو خبر بگی اخی همون اومدگی تا هم 6 ماهی پیش اومدگی با فکرم دیگه نیومده یا با خبر بگیری خیلی 6 ماه و 20 فوریه دومدو بودیم کو این راست میگه 20 کامیل جان تا همه سکلروز شدگی چی این روزگار زنیم پگاه ایود میرویا ای بودکی زوری همه چیزا در کلا جا میکنیم برای همون چی کاری میکنم همش در کلام جو کردگی من ای همه گودکیم تو همه کلونی ما همش دریا دوماز در کلام جو کردگی ما نه اوه ای سعدی جان همین فقط تعریف کنی در مولانا فقط خود تعریف میکنی همه چیزا در کلام جو کردم همه چی در کلام ایستاده ای صنف یکمیم تو 12 من تو 11 در کلام جو کردم میگویو همین 10,000 سمون می از 3 ماه پیش من شما در قرض داده بودم سعدی جان در کلا جان نکنه بودی همیرا که بگیری بیاری بو تیمای بارگی ای کامیل جان نه او 10,000 دادگی تا من در کلام نه در کیسم جو کرده بودم من همین رئیس حیران میشم او من ندیده بودم که همین وقتی کندنده با دست بکنن جوش تیار کنن و با کرن میکنن یا تکنیکا میارن یا جوش حبار میکنن با دوما میخیزونن چند اتاجه که مخلوطه با مستحکم کشید با دوما میخیزونی این خیلی کورس هم نو دیدستم بو ای بچه و تو عهدی چخلگی عهد میروی 2 سال شد که همین کاتلمان کندسی اوی رای جان خدم توخه همین کار میکنم زور ما میخوام میرسه ها بچه ما 2 سال باید دومو بار داریم ما وعده دادیم که سرو که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو وعده داده رئیس شما که من آدم میارم کلیتون کار میکنه کدام بود رئیس جان ای به عقل ایجا و ابک بیسور بدن آدم نمیرسه برای همو هر یه ابک ده یا آدمی ماندم گوش که تو خوب طورش برای همو قطعی هم پریز ابک دی بولوگی ده فساد ده تقطی هم یوردم که فهمو رئیس من شما رو فهمیدم من پیش او بچه برم فساد زیسته من خیلی یارم نمیبرم اگه فساد کی باشه اونجا میرم میوردم کس که یکی باید دومو میسپریم ها رئیس توی کاتلمان دیمو تو میشه کی کیرپیچو میپوسم میره خوب طورش دیگه ابک بولان نکن رولی ما برم هم بچه رو گوزنم تیز بیام بگیرم ببرن کی تو این دوم تیار میشه کی در موی سری ما یگان موی سلیسیونو میمونه خاک امور خیلی کاری نمور کنده نمور سوسر بکنه السلام علیکم رئیس بابا چخیر زحمت شما نده تینجه شگر همین یک هفته جتا اومده رفتید که شما رو نمیون رئیس بابا تینجه هم مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود میشه 2 سال اومده نشسته تایو چیکار کنیم خونه شما چند متر بود حسین جان آخه رئیس جان خونه ما 6 متر بود 6 متر بله خونه ما کجا شده که خونه شما یگان جانش ده خونه شما همیجه ده با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میجه میشه تیار شما این همین پنایزی خدا خواهد پدوشکشو میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم همین پدوان سر میکنیم ایشان در بود میشن خیام نشه حسین جان خودت نداری که ما 20 ابک دارم 20 ابک هر روز هر یاتی بره رئیس جان رئیس پرویز غلطید ای بولو ای 11 متر غلطید پرویزو او چخیلی غلطید آخی این همین بنده در پشت بست گفت که کشال میکنم خما فساد میزنم ای همونجا غلطید این بند درازی بد بده رفت در تازه با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد اینم خیلی چی دیگه گاب نمیزنم با فکرم که تمام با چخیلی چی؟ بابا چه ورده سیان شوخی ورده سیان شو بچو ورده بوشانش چی؟
گوش کنید همه کسی میرین زنشون میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد همین کار شید رئیس جان ما بردن نمیتونیم را که التماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیسین با بالای ما در کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما خطون برین گپ زنین که خشید بچه ها رو بگو همه کسی میرین خب رفتیم یانگا السلام علیکم ناز السلام ینگا علیکم ناز رئیس جان شما چه خیلی ناساز بیم بشنه نه رئیس میریم رحمت شوهرتون خونه ده نه رئیس جان همی سر کار برآمده بود نامده تو ازیره فهمو اینجا رئیس تینجا گفتم که همین مبلغی که گفتیم که همه هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خونه میآورد چند هزار 10,000 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خونه میآورد نه خونه درآوردگی نیست هر ماه 500 تومانی می درآورد خونه دیدی رئیس میگم که یکم راهی بد رفته همی راست یگان راه بد رفته که یا که دختر بازی میکرده میگشته رئیس جان به فکرم شما رو هم راست میگین 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدروره گپی شما رو هم راست رئیس ولی ما او را مردش خونه میدرورم چی؟ مردش خونه میدرورم ولی او را مردش؟ ها گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرورم در این خونه که شیر زور سودا میرفته میفهمیدیم بسیارتر شدیم میآوردیم شیر را سودا میکردم ای خاک زنده السلام علیکم رئیس بابا و علیکم السلام مبارک شوی کسبای نام منیجا بانو رحمت رئیس بابا رحمت چیکار میکنی شما در اینجا راستی گپ رئیس بابا همی قشلاقا شیر میارم همی شهر در شیر میفروشم امروز سودام خوشروی بچه در رئیس بابا برام خرسندم کاندو تبزن بهترین کارا میکرده بهترین کارا میکرده میفهمیده ما هم شیر میگیریم من شما گپ نیست رئیس جان پگا یکم خونه خودت شیر میبرم رئیس سلامت باشی برای کار شما رحمت رئیس مال زخم دلم دیگر دوا نمیشه برای من پنجه روا نمیشه زخم دلم دیگر دوا نمیشه برای من پنجه روا نمیشه ای بچه من نشناختی با فکر من نشناختی چی خیلی نمیشناسم میشناسم شما یا آدمی بای قشلاقی ماین رئیس بابا خواهی مرا که شناخته باشی بالا چی سلام نمیتی من گذاشته ایستم رئیس بابا شما یا آدمی بای کم ترک بایگری تانو من داده نمیتونین ما یا آدمی کم بغل چه خیلی سلام شما دو بتون عجایی بچه بدهی اگر این نمی قبایگری ما بتم تا بس سلام اومتی رئیس بابا اگر شما این قبایگری تانو من دو بتین ما این قرق بای شما این قدر بای نه تغری نمیگیره ما هم زندگی داره توبه کدومه خواهی گوش که منه نیمی بایگری ما بتم تا سلامتی با منه نیمی بایگری را؟ ها زیاده خواهر رئیس بابا نیمی بایگری نه این خیلم نمیشه هر دومان برابر میشیم با شرط نسته که همدیگری رو سلام بتیم ای گوش که من ابو اینا یه چی دیگر میگم همین بایگری من همه شمیتم تا با مرا سلام میتی بو همه بایگری تو که بده دادی با من بای میشم تو کم بغل خودت آمده سلام دادم بگی